سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. زردشت آریامیر یا عبدالقادر تلبکوف از منصب مدیر کتابخانه لاهوتی رفت. اودکبه از تهیه راه حل مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان خبر داد. دیگر هیچگاه پایم را به تاجیکستان نمیمونم. راننده روس مرز تاجیکستان را اسم فساد زده نامید. یک زاده تاجیکستان در آلمان به مبلغگذاری داعش عیبدار می شود. ژورنالیست زندانی عبدالستار پیر محمدزاده را به محبس خود جان بردند. پرونده معاون مدیر مکتب رقم 35 برای یک اتستات و تصرف یاریهای سازمان ملل و دیگر موضوعها را نیز داریم. و اکنون تفصیلات خبرها. زردشت آریامیر یا عبدالقادر تلبکوف، ژورنالیست و کتابدار بحث برانگیز تاجیک، روز 6 مارس سال 2023 اعلام کرد که شهرداری دوشنبه امروز رسما به عریضه رفتنش از مقام مدیر کتابخانه شهری به نام عبدالقاسم لاهوتی امضا گذاشته است. او اخیرا نامش را از عبدالقادر تلبکوف رسما به زردشت آریامیر عوض کرد و اعلام کرد که میخواهد جمعیت پیروان زردشتی را در تاجیکستان برقرار کند. روز 6 مارس در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که رفتن او از مقام مدیر کتابخانه لاهوتی ربطی به عوض کردن دینش ندارد، بلکه او خیلی بر وقت به شهرداری دوشنبه مراجعت کرده بود تا او را از این وظیفه بگیرند. معلوم نیست که آیا به جای زردشت آریامیر که به رهبری کتابخانه شهری تعیین شده است در سامانه شهرداری دوشنبه در این باره تا حال یگان اطلاع رسمی نیست. در این باره که آیا به زردشت آریامیر نیز یگان مقام دیگر پیشنهاد شده است یا نه معلومات در دست نیست. خود او گفته است که این شب روز مشغول دعوت است برای در وزارت عدلیه ثبت نام کردن جمعیت زردشتی های تاجیکستان است. زردشت آریامیر یا عبدالقادر تلبکوف 49 سال داشته، زاده نویه فرخار و ختم کرده رشته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی تاجیکستان است. او سالهای زیاد در ساحه رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار کرده. چندین سال مدیر رادیو تاجیکستان و مدیر تلویزیون پایتخت بود. 7 سال آخر او در مقام مدیر کتابخانه شهری به نام لاهوتی کار میکرد. عبدالقادر تلبکوف در شبکه‌های اجتماعی در مسائل داغ تاجیکستان اظهار نظر میکرد، ولی نظرهایش درباره مسائل دینی به واکنش تند پیروان دین اسلام روبرو شد. اختلاف نظر بین او و دینداران بعد شدت گرفت که ماه ینور سال 2023 عبدالقادر تلبکوف در پی درگذشت آدینه شاهی، یکی از آخرین پیروان دین زردشتی از نوعه شمس‌الدین شاهین یا سابق شوراباد، به سر قبر او رفته آنجا اعلام کرد که به دین زردشت میگذرد و جمعیت زردشتی های تاجیکستان را برقرار میکند. او همچنین خبر داد که به اداره زاکس یتی از عبدالقادر تلبکوف به زردشت آریامیر عوض کردن نام و نسبش مراجعت کرده است و باید به زودی اسنادش را با این نام و نسب نو به دستش بدهند. در نشست سرداران بخش‌های همکاری‌های حربی بین المللی قوه‌های مسلح سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا اودکبه که در شهر مینسک دایر شد، پیشنهادها در مورد راه‌های عادی ساختن وضع در مرز قرقیزستان با تاجیکستان را تهیه کردند. در این باره روز 4 مارس سال 2023 در توییتر سردار دپارتمنت همکاری‌های بین المللی حربی و یاور وزیر مدافعه بلاروس والری ریوینکا خبر داد. تفصیلات این نقشه برای حل بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان تهیه شده نشر نشده است. یادآور می‌شویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز نویه‌های بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان با جماعت‌های شهر اسفره و نویه غفوروف ولایت سقوط تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه‌ها رخ می‌دهند. این مناقشه‌ها بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. در 2 سال آخر 2021 و 2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور بیش از 200 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.
مرز قرقیزستان با تاجیکستان از ماه سال 2021 اینا قریب 2 سال باز برای روی شهروندان و انتقال مال و کالا پربسته است. ایلیا ایواکوف یک راننده از روسیه که در یوتیوب کانال خود را هم دارد در ویدیوی نوبتیش در پی سفرش به تاجیکستان به شدت از وضع کروپسیا در این کشور انتقاد کرد و گفت مرز تاجیکستان در بین تمام مرزهایی که من گذشتم از همه فسادزده ترین است. ایلیا ایواکوف که برای یک شرکت استخراج طلای تاجیکستان از ورانش تجهیزات تازه کردن طلا می آورد از مرز ازبکستان به ولایت سوخت وارد تاجیکستان شد. در ویدیو 32 دقیقگی که با نام تاجیکستان من هیچ گاه دیگر پایم را به اینجا نمیمانم که روز 1 مارس سال 2023 نشر کرد گفت تنها برای گذشتن مرز قریب $400 پول داده است. تصور کنید من در طول تمام راهم از ورانش تا تاجیکستان اینقدر پول خرج نکردم که تنها برای گذشتن مرز تاجیکستان. این دهشت است، اظهار داشت راننده روس. این ویدیو را در بین 5 روز علاقه 164,000 نفر تماشا کردند. بیش از 1000 نفر زیرش شرح‌های اکثرا منفی نوشتند. ایلیا ایواکوف میگوید طبیعت تاجیکستان البته خیلی زیباست و مردمش هم مردم خوب است، ولی نه کارمندان گمرکش. سطح کروپسیا در این اداره دهشتبار است و از همه بدش اون است که کروپسیا روشود و روی راست است. در اینجا کسی از این که از شما پول تمام میکند شرم هم نمیدارد. روی راست میگیرند، پنهانم نمیکنند. وقتی شما به مرز میدروید به شما یک سند با نام بیگونوک میدهند که با اون باید به پیش نفران مختلف رفته امضای هر کدامش رو بگیرید و هر کدامش حق خود را طلب میکند. پولته. ایلیا ایواکوف میگوید هرچند این پولها را اون از جیب خودش بلکه از حساب شرکت‌هایی که استخدامش کردند پرداخت میکرد، ولی در عموم آنچه که من در تاجیکستان دیدم هیچ خوشم نآمد و من حالا آرزو دارم که هر چه زودتر مرز تاجیکستان رو گذرم و به ازبکستان برسم. هرچند مطمئنم که حتی از ماشین از این طرف خالی من نیست کارمندان گمرک تاجیکستان با هر بهانه در راه بازگشت باز یگان $200 دیگر میکنند. قرار من دیگر قطعی است، دیگر پایم را به طرف تاجیکستان نمیمانم. ایلیا ایواکوف میگوید وقتی در راه پولکی در داخل تاجیکستان کارمندان گیی هم با بهانه خارج از گبریت بودن بارش او را باز 620 سامانه جریمه بستند. به نتیجه رسید که نه فقط مرزهایش بلکه تمام این کشور سر و پا فسادزده است. تاجیکستان یکی از فسادزده ترین کشورهای دنیا به شمار می رود. در آخرین ردبندی سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال که ماه ینور سال 2023 نشر شد تاجیکستان در بین 180 کشور از لحاظ سطح کروپسیا در زینه 150 گذاشته شد. عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست زندانی شده تاجیک را برای ادای حکمش به زندان شهر خوجند بردند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده روز 6 مارس سال 2023 به رادیوی آزادی گفت که او را روز شنبه 4 مارس از دوشنبه به خوجند انتقال دادند. به پیوندان خبر دادند که او باید 12 روز در کرانتین ایستد. افزوده است عبدالکریم پیر محمدزاده. او از آن اظهار نگرانی کرد که در زندان خوجند بودن عبدالستار برای پیوندان بخصوص همسر و فرزندانش سخت است، زیرا راه دور است و زود خبر گرفتن نمی شود. 3 ژورنالیست دیگری که تقریبا همزمان با پیر محمدزاده اپ شدند دلیر امام علی، عبدالله غربتی و زفقبیک سیدامینی که متناسباً به 7 سال و 6 ماه و 7 سال زندان محکوم شدند در محبس یکم سویج که در دوشنبه ادای حکم میکنند. عبدالستار پیر محمدزاده 44 سال و 4 فرزند داشته قبلا در رادیو کار میکرد. نام او ماه نوامبر سال 2020 زمان ورد زبانه شد که با نشر یک ویدیو در روز پرزیدنت از بیدادگری های مقامات حفظ حقوق نسبت به رانندگان تاکسی شکایت کرد. پیر محمدزاده در اول ماه ایول سال 2022 در پی نشر چند مراجعتنامه با طلب آزادی ژورنالیستان مستقل دلیر امام علی و عبدالله غربتی که 15 میلیون بابز گرفته شدند از جانب ماموران اوباب در منزلش در کنار شهر وحدت دستگیر شد. ماموران اوباب از وحدت برابر او زفقبیک سیدامینی را که او هم با طلب آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی صدا بلند کرده بود دستگیر کردند. این 4 نفر دلیر امام علی به 10 سال،
عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه و سید امینی و پیر محمدزاده به 7 سال محکوم شدند. مرافعه همه آنها در بنای سزا پشت درهای بسته و به اشتراک اهل جامعه و ژورنالیستان دایر شد. در عموم سال 2022 در تاجیکستان بیش از 10 بلاگر و ژورنالیست به سالهای طولانی زندان محکوم کردیدند. این سبب شد که حامیان حقوق تاجیکستان را کشور زندان ژورنالیستان بنامند. سازمان‌های بین المللی حامی آزادی مطبوعات حکم ژورنالیستان و بلاگرهای زندانی شده تاجیک را غیر عادلانه نامیده چندین بار از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که همه ژورنالیست‌های بازداشت و زندان شده را آزاد کرده تعقیبات مطبوعات را بس کنند. دوشنبه تا کنون به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادستانی کل هامبورگ در شمال آلمان روز 1 مارس سال 2023 خبر داد که یک مرد 29 ساله زاده تاجیکستان را به عضویت در سازمان تروریستی دولت اسلامی یا داعش و میانروی برای مبلغ گذاری آن عیبدار می شود. دادستانی گفت این مرد تاجیک تلاش کرده است که تا به پیروان در عراق و سوریه دستگیر شده داعش کمک مالیوی رساند. نشریه نیمسی با تکیه به دادستانی هامبورگ می نویسد هدف او از جمله کمک به زنان بیوه مانده و فرزندان یتیم مانده اعضای کشته شده داعش از جمله زنان زندانی شده جنگیان بوده است. گفته می شود که او در اول سال 2020 با محبوسان و همچنین با مبلغ گذاران با هدف راه‌اندازی این کمک ها در تماس بود. بنا به اطلاع نشریه روززبان چاپ آلمان اوسد لپورت که این نشریه هم به اطلاع دادستانی هامبورگ تکیه می کند، مرد زاده تاجیکستان در استان میکلنبورگ پامرانیا در شمال آلمان زندگی می کند و در بازداشت قرار ندارد. دادستانی گفته است این جوان تاجیک تا انجام تفتیش در آزادی باقی میماند. اگر دادگاه او را در پشتیبانی مالیوی تروریسم گناهکار شمارد، طبق قانون‌های آلمان به این جوان تاجیک از 1 تا 10 سال حکم زندان تهدید میکند. این یگانه مورد به همکاری با سازمان‌های افراطی و تروریستی نظیر داعش عیبدار شدن زادگان تاجیکستان در آلمان نیست. بهار سال 2021 5 زاده تاجیکستان را در آلمان دستگیر کرده یک شریک دیگر آنها را از آلبانیا آوردند. این افراد به قصد انجام حمله تروریستی در قلمرو آلمان با دستور داعش قصد کشتن یک دگراندیش ایرانی که خدا را انکار میکرد و تلاش در عوض پول کشتن یک تاجر آلبانی عیبدار میشدند. این زادگان تاجیکستان از جانب دادگاه آلمان محکوم به زندان شده. 2 نفر آنها ماه ژانویه سال 2023 در پی ادای بیش از نصف حکمشان در زندان آلمان به تاجیکستان استرداد شدند. اتفاقا آنها را در همان هواپیمای بردند که در آن عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید را نیز از آلمان اخراج کردند. دادگاه ناحیه خراسان معاون مدیر مکتب میانه رقم 35 ناحیه وخش سیدعلی دولتوف را با جرم غیر قانونی به یک دختر صنف نو دادن نامه کمال یا اتستات ختم صنف نو و تصرف محصولات خوراکواری که از جانب یک برنامه سازمان ملل برای خوانندگان مکتب جدا شده بود به اندازه 25600 سامانی به فایده دولت جریمه بست. خود دولت برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 6 مارس سال 2023 در شرح این پرونده گفت دولت سیدعلی سنت اللهویچ 8 یونیو سال 2022 در وظیفه معاون دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 ناحیه وخش کار کرده غیر قانونی دیده و دونسته که حبیبزاده شکرانه عمرعلی سال تولدش 2006 در صنف 6 7 و 8 تحصیل نکرده تنها از 1 ژانویه سال 2022 به صنف 9 رفته تحصیل نموده است. 20 ایول سال 2022 برای ساختکاری به حبیبزاده اتستات تحت رقم 1421445 درباره تحصیل عمومی اساسی نوشته داده است. غیر از این می‌افزاید دادستانی دولتوف 19 آگوست سال 2021 همچون شخص متصدی عاید به تقسیم مواد خوراکی برنامه آذوقه‌واری جهانی در مکتب رقم 35 ناحیه وخش کار کرده در دوره سالهای خونش 2021-2022 مال و محصولات خوراکی را به مبلغ عمومی 26731 سامانی را
از آن خود کرده به منفعت شخصیش صرف نموده است. طبق لوحیه یاری‌های برنامه عضو‌قواره جهانی سازمان ملل باید برای تامین خوراک گرم برای خوانندگان مکتب‌های تاجیکستان خرج می‌شد. داستان ولایت ختلان نسبت به دولتوف بر اساس ماده 245 قسم 2 بند گ و 323 قسم 1 کد جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد انجام تفتیش پیشکی به دادگاه نویه خراسان ارسال کرده بود. دادگاه با حکم خود از 20 ژانویه سال 2023 معاون مدیر مکتب رقم 35 نویه وحش سیدعلی دولتوف را بر اساس این دو بند کد جنایتی تاجیکستان ماده 245 قسم 2 از آن خود کردند و ماده 323 قسم 1 ساختکاری با استفاده از مقام خدمتی گناهکار شناخته و به مبلغ 25600 سومونی جریمه بست. ساحه معارف تاجیکستان یکی از ساحه‌های اعظم فساد زده در این کشور نامبر می شود. روز یکشنبه 5 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 13:33 دقیقه در کیلومتر 115 شهرهای دوشنبه خوجند در موضع پته نویه عینی صدمه رخ داد که این یگانه راه بین شمال و مرکز تاجیکستان را به مدت بیش از 8 ساعت مسدود کرد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، یک ماشین پر از گاز مایع که تحت اداره یک ساکن دوشنبه قرار داشت هنگام حرکت از جانب خوجند به طرف دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن نتوانست و ماشین به کنار راه برآمده چپ شده است. خود راننده آسیب ندیده است، ولی به خاطر بی‌خطری به سبب وجود خطر ترکیدن گاز حرکت نقلیات را توسط این شورا تا زمانی به ماشین دیگر بار کردن تمام گاز مایع منع کردند. به جای حادثه نجات بخشان از بخش وادی زرافشان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده آمده به کارهای بی‌ضررگردانی پرداختند. گفته میشود تنها ساعت 21:50 یعنی بعد 8 ساعت میسر شده است که گاز مایع را از ماشین چپ شده به ماشین دیگر گازکش انتقال دهند و بعد این راه را باز کرده برای نقلیات اجازه دادند. با شدن شورای دوشنبه خوجند چنوق را شرکت آیرس که مسئولیت نگهبین این یگانه راه زمینی بین ولایت سوخت و باقی قلمرو تاجیکستان نیز تصدیق کرده است. شب 5 مارس سال 2023 در شهر لاس وگاس امریکا نخستین نبرد رزمنده 32 ساله تاجیک لایق رجبوف در UFC معتبرترین لیگ جهانی ورزش جنگال بدون قاعده یا MMA دایر شد. لایق رجبوف در نبرد نخستینش با رزمنده 26 ساله ارژانتینی استپان ریبوویچ که تا این نبرد 11 بار پیرو شده یگان نبردش را نباخته بود وارد رقابت شد. لایق رجبوف عملا در طول عرصه دوره رقابت بر رقیبش برتری داشت، هرچند در دوره دوم یک ضربه سخت را به جاغش سر داد و ریبوویچ توانست ابروی لایق را هم دراند و خونشور کند. داوران یک دلانه پیروزی را بر رزمنده تاجیک دادند. لایق توانست در طول نبرد به 11 تیک داون نایل شود. این برای دبیوتانت‌های UFC رکورد است. گفته نیست که لایق رجبوف بدون آمادگی کافی به میدان برآمده بود. درباره آنکه او باید شب 5 مارس با ریبوویچ رقابت کند رزمنده تاجیک همگی یک هفته پیش خبر یافت. در یک هفته آخر این الکی دومین نبرد رزمندگان تاجیک در UFC بوده. هر دو نبرد هم با پیروزی نمایندگان تاجیکستان انجام یافتند. شب 26 فوریه در همین لاس وگاس نورالله علیفی 23 ساله نخستین تاجیکستانی که با UFC قرارداد بسته بود با قرار یک دلانه داوران غالب نبرد با رافائل آلوس از برزیل اعلام کرده شد. این نخستین نبرد رزمندگان زاده تاجیکستان در این لیگ معتبر MMA و نخستین پیروزی تاجیکستانی ها در این لیگ بود. شب 5 مارس سال 2023 در شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و در ولایت بدخشان در شمال و شرق افغانستان دو زمین لرزه رخ داده است. مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری که هر زمین لرزه در سراسر سیاره رخ داده را لحظه به لحظه پیگیری میکنند خبر دادند که زمین لرزه اول با اقتدار 4.2 بال طبق جدول ریختر در 80 کیلومتر عمق زمین ساعت 9:40 به وقت تاجیکستان رخ داده. مرکزش در 66 کیلومتری غرب مرغاب و تقریبا 70 کیلومتری شرق کول سریز جایگیر شده بود. زمین لرزه دوم 1.5 ساعت دیرتر ساعت 05:26 با اقتدار 4.1 بال در عمق 180 کیلومتر ثبت شده
مرکزش این دفعه در حدود نویه اشکوشم ولایت بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان جایگیر شده بود. یک روز قبل پژوهشگاه گردوگه ساختمان به زمین جنبی توباور و زلزله شناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر داد که صبح 4 مارس ساعت 05:23 دقیقه با وقت محلی نیز در شرق جمهوری زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز زمین لرزه در 370 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه، 97 کیلومتری شرق کول سرس و 37 کیلومتری غرب مرکز نویه مرغاب گفته می شود. قوه زمین لرزه در مرکز آن 4 بال، در مرغاب 3 بال و در حدود شهر خوروغ 12 بال بود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که خوشبختانه زمین لرزه یگان تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شوند. یادآور می شویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت در شرق تاجیکستان 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد اکثرا کودکان به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شد. کارمندان باجخانه و گمرک روسیه در گذرگاه بوگریستوی در مرز ولایت چلیابینسک با قزاقستان در یک ماشین بارکش 17 تن نوس پیدا کردند که در 500 خلطه جابجا کرده شده بود. خدمات مطبوعات باجخانه چلیابینسک روز 6 مارس سال 2023 در تلگرام کانال خدمات فدرالی گمرک روسیه خبر داد که این همه بار ممنوع که ارزشش 25.5 میلیون روبل یا بیش از $300,000 برآورد می شود به قلمرو روسیه راه داده نشد و راننده مجبور شد که با بارش به قزاقستان برگردد. گروه سیار کارمندان باجخانه چلیابینسک از واردات 17 تن نوس از قزاقستان پیشگیری کردند. ماشینی که این بار را می آورد در گذرگاه بوگریستوی منع کرده شد و از بس که مال داخل ماشین با آنچه که در سندهایش نشان داده شده بود موافقت نمی کرد، این ماشین را به قزاقستان برگردانیدند. گفته می شود در اطلاعیه این ماشین با 500 خلطه یا 17 تن نوس از قرقیزستان به چلیابینسک رسیبار بود. طبق سندهایش گویا خاکستر چوب و اشیاء خام تنباکو می برد. نفری که این بار را باید قبول میکرد گفته است که او گویا برای درختان باغش نوریهای طبیعی فرمایش داده است، ولی تشخیص ترکیب بار نشان داد که در این 500 خلطه نه خاکستر بلکه نوس جابجا کرده شده است. نوس یک نوع تنباکویی است که با علاوه آهک و برخی محصولات دیگر تیار کرده می شود. نوس در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و برخی دیگر کشورهای شرق خریدار زیاد دارد، ولی سالهای آخر توسط مهاجران این نوع تنباکو در بین یک قسم جوانان در روسیه نیز طرفدار زیاد پیدا کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.